زیر عنوان نقش پیشوای ملت در رشد واسطه‌های اخبار عامه تاجیک با تشبث روزنامه ختلان در همکاری با کافدرای روزنامه‌نگاری فاکولته فیلولوژیای تاجیک دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو بخشیده به روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میز مدور برگزار گردید که در آن محققان ساحه، آموزگاران و دانشجویان شرکت ورزیدند. برآمدکنندگان همایش ذکر داشتند که در زمان استقلال دولتی با شرافت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تمام نهادهای اجتماعی رشد کرده فضای اطلاعاتی مملکتمان تشکل یافت. آزادی سخن، نشر، حقوق استفاده واسطه‌های اخبار عامه یکی از معیارهای کنستیتوسیونی مقرر شده با مقصد رشد رسانه‌های خبری و کفالت آزادی بیان، سنزور دولتی و تعقیب برای تنقید منع گردید. تاریخ گواه است که پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هنوز در آغاز فعالیت خود به حیث سرور مملکت نقش جامعه ژورنالیستی و واسطه‌های اخبار عامه را در تأمین وحدت مردم و یکپارچگی جمهوری بلند ارزیابی نموده این نهاد مهم اجتماعی را یکی از رکن‌های اساسی و پیشبرنده جامعه حسابیدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت اولین خود با روزنامه‌نگاران که سال 1992 در ولایت سوغد دایر گردید، ژورنالیستان را به فعالتر بودن در روند تشکل جامعه شهروندی دعوت نموده آنها را همچون یاردمچی دولت و حکومت تعریف کرده بودند و سهم مطبوعات دوری عموماً کلی واسطه‌های اخبار عامه را چون وسیله توانایی ترغیب و تشویق در تشکل افکار عامه و پیشرفت دولت بارز خواندند. در ادامه میز مدور تاکید گردید که در نتیجه زحمت و تلاش‌های سرور دولت در طول سالهای گذشته تمام رکن‌های دولتی برقرار شده، صلح و وحدت کامل ملی پایدار، رشد استوار اقتصادی و اجتماعی تأمین، خودشناسی و خودآگاهی تحکیم، حس وطندوستی تمام طبقه‌های جامعه افزود. همه این کامیابی‌های بی‌نظیر توسط راهبری عاقلانه پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان و خرد خلق صلح پرور، مهنت دوست و صاحب معرفت به دست آورده شد. امان الله بختیارزاده، عبدالقهار آدینه برای برنامه اطلاعاتی اخبار.